گفتن دکتر صاحب با وجودی که استفاده کردن مرچ را غذاهای فست فود و تند تیز را کاملا قطع کردیم و استفاده نمیکنم، ولی بازم از سوزش قسمت های میری و یا به اصطلاح عام سوزش قسمت های وسط چاک دو سینه یا اینی قسمت ها شکایت دارم و به تکلیف هستم. و همچنان گاهی که صبحانه از خواب بیدار میشم یک مزه ترش و تلخ را در قسمت اخیر حلق خود احساس میکنم. دوست عزیز، بر علاوه مواردی که خودتان ذکر کردین که باید رعایت کنین، چند مورد دیگه است که باید قطعا محتاط باشین و رعایت کنیم. در قدم اول شما پرخوری را باید استاپ کنین، یعنی اگر شما 3 وقت وعده غذایی استفاده میکنین و به شکل حجم زیاد یعنی زیاد میخورین، این کار را باید تغییر بدین، یعنی وعده غذایی تان بسیار به مقدار کم و در 5 وقت در طول 24 ساعت میتونین بسازین. یعنی غذا را وقتی که استفاده میکنین به مقدار کم و ولی به دفعات بیشتر استفاده کنین. در قدم بعدی خصوصا هنگام شب، زمانی که شما غذا میخورین، استفاده مایات را کمتر بسازین، یعنی نزدیک به بستر خواب که میرین استفاده آب باید به حد اقل برسانین، یعنی کمتر استفاده کنین. و همچنان نکته مهم دیگه را که شما باید در نظر بگیرین، خصوصا از طرف شب وقتی که غذا صرف میکنین، باید بلافاصله از صرف غذا شما به بستر خوابتان نروین. حتی اقل فاصله که میان صرف غذای شب و استراحت شما باید باشه 2 الی 3 ساعت بعد باید باشه. و همچنان زمانی که به بستر خواب شما میرین، در اوایل شب کوشش کنین که وضعیت سرتان و قسم باشه که زاویه 35 تا 45 درجه را بسازین، یعنی سرتان نسبتاً بلندتر باشه. این نکات حتما باید مد نظر بگیرین، بر علاوه از مواردی که شما ذکر کردین که در استفادهش باید محتاط باشین.